طبق دستور سپارش‌های پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان در مرکز ناحیه راشقلعه ولایت مختار کوهستان بدخشان ساختمان 8 عدد انشاءات تعیینات گوناگون به نقشه گرفته شده است که از خانه‌های بلند آشیانه، میدانچه‌های ورزشی، مرکزهای سودا و ساختمان راه و پل‌های ماشین‌گذر و چندین بناهای خوشتر عبارت می‌باشند. عین زمان کار در بیشتر انشاءات‌ها با جلب ساکنان ته‌جایی جریان دارد. ساختمان دو بنای 5 آشیانه برای خدمتیان دولتی که از 25 حجره عبارت می باشند طبق نقشه در عرفه 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با صفت بلند و طرح معاصر باید به استفاده داده شوند. کارهای ساختمان تا نوامبر 2019 کارهای ساختمان رو با انجام با صفت بلند با فرمایشگر می سپاریم. علاقه فیصد معین کارهای ساختمانی در انشاءات‌های حدود ناحیه وسعت بوده با جلب قوه 32 نفر بناکار کار ادامه دارد. ساکنان ناحیه راشقلعه امکانیت پیدا نمودند که در خود ناحیه به کارهای ساختمانی جلب گردند و از دستگیری‌های همیشگی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان در سمت بنیاد انشاءات‌ها و به این وسیله وسعت دادن کارهای سازندگی و بنیادکاری اظهار خوشحالی می‌نمایند، زیرا با بنیاد و مورد استفاده قرار گرفتن بناهای معاصر طرح ناحیه راشقلعه ولایت مختار کوهستان بدخشان باز هم زیبا گردیده فیصد زیادی بیکاری میان جوانان کاهش خواهد یافت و همزمان جایهای کاری دائمی تأسیس داده خواهند شد. در برابر ساختمان خانه‌های بلند آشیانه در ناحیه راشقلعه ساختمان بنای цех دوزندگی دو آشیانه برای زنان خانشین و جوان دختران بیشغل نیز با مرام جریان داشته علاقه فیصد معین کارها به اجرا رسانیده شدند. با بنیاد این بنا تعداد بیش از 100 نفر ساکن با جای کاری و معاش خوب تامین خواهد گردید. کارهای سازندگی و بنیادکاری به استقبال 30مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در تمام انشاءات‌های حدود ولایت مختار کوهستان بدخشان در سطح بلند قرار داشته ساکنان سربلند بام جهان برای سزاوار پیشواز گرفتن این صحنه فرخنده سعی و تلاش نموده ایستادند تا طرح این گوشه افسانوی را با انفراساختار معاصر به کلی تغییر دهند. تاج‌نسای فیض‌الله بیگ مبارکشاه رستم برای برنامه اطلاعاتی اخبار از ولایت مختار کوهستان بدخشان.